سه برادر بودن. عبدیالیل، مسعود، حبیب، فرزندان عمرو ابن عمیر ثقفی. این سه نفر سروری ثقیف بودن، سرداری طائف بودن. اول پیش همی برادرها اومد در نزدشون نشست، گفت من پیغمبر خدا هستم، من برای دعوت شما آمدم. اگر خداوند هدایت تو کنه، اگر شما اسلام قبول کنید، نام شما در تاریخ به نیکی یاد می شود. نام شما را همچون مسلمانای عهد اول و همچون صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر میکنند. اما اگر شما این شرایط این امکان استفاده نبرید، شاید نامتون یاد شود اما فقط به لعنت، به تکذیب. عبدیالیل بدبخت گفت اگر که خداوند ترا پیغمبر کرده باشه، پس چرا پرده های خانه کعبه را به دست خودش درست نمیکنه؟ پس چرا قرشی ها میکشنش؟ پدرسگ مسعودش گفت دیگر آدم یافت نشد که ترا پیغمبر گذاشتن. چرا یتیم عبدالله پیغمبر میشد است؟ مثلا من نه، مثلا ابو سفیان نه، ابو سفیان ابن حرب. حبیبش گفت من به تو سخن نمیگویم، زیرا اگر تو پیغمبر باشی من قدر منزلت آن رو ندارم که با یک پیغمبر رو برو ایستاده و صحبت کنم. اما اگر دروغگو باشی، با دروغگو سخن گفتن حیف است. حضرت دید که از اینا هیچ دیگه صدایی نیست، هیچ امیدی نیست، از جاش خیست. گفت به هر حال همین صحبت امروزه مورد سیر است، آشکار نکنید. اما پدر سوخته ها حتی همین خواهش پیغمبرم رعایت نکردن، در بین شهر طائف جار زدن. حضرت مدت 10 روز در طائف سکونت اختیار کرد، دل شکسته نمیشد، زیرا فرمان از جانب خداوند بود. دل شکسته نمیشد، بعضیا دشنامش میدادن، بعضیا از پیشش میراندن، اما حضرت گردن کج کرده و نزدیک یک تمامی سرورای ثقیف نزدشان رفت و به سوی خدا دعوت کرد. ببینید کار چه خیلی مشکل است. بعدا دید که هیچ مراد حاصل نیست. از این گذشته دیوانه ها و احمق ها و کودک ها را جمع کردن، ثقفی ها بر ضد پیغمبر صلی الله علیه و سلم علانیدن، کشکش شدند، مثل که سگ کشکش بیتی. سنگ ها در دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیت خارج شدن از طائف داشت که در راه از ده جانب ایستاده و حضرت زیر سنگ ملامت دشنام قرار دادن. زید ابن حارثه بیچاره با بدنش پیغمبر صلی الله علیه و سلم می پوشاند، سرا همه کفید، همه در خون آغشته. اما چند نگه می داری آخی؟ چندین سنگش در بدن مبارک حضرت صلی الله علیه و سلم اصابت کرد، پاها به خون آغشته. وقتی که پای مبارک در زمین میگذاشت، زمین پر از خون میشید، از تمام بدن خون جاری بود. دید که وضعیت بسیار بد است. در راه یک باغی بود، از دست این ظالما و این جاهلا و احمقها حضرت همراه زید ابن حارثه پسرخواندش داخل باغ شدند. وقتی که اینا در باغ داخل شدند، بعد کودکان و دیوانگان و اخخران و احمقان بعد قفا گشتند. در باغ حضرت به تنه دیوال تکیه کرد و دعای معروفی خچه کرد، دعایی را که انشاءالله هر یک مسلمان اگر در مشکلی به افتاد همین دعا را بکند، خداوند براش کشایش عطا میکند. حضرت که بسیار بسیار دل مانده شده بود، جانش به لبش رسیده بود، تکیه به دیوال به سوی خدا مراجعت کرد. گفت اللهم الیک اشکو ضعف قوتی. پروردگارا من به تو شکایت میکنم. گفت خدایا، گفت شکایت دارم از ضعف قوت، از بی قوتی به تو شکایت میکنم. اللهم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و هوانی علی الناس. از ضعف قوت
از بی‌علاجی، از اینکه از دستم هیچ کاری نمی آید، از خار و ذلیل شدن پروردگار را شکایت میکنم. این چه حالی زور است ای خدای بزرگ، ای خدای توانا، یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین و انت ربی الی من تکلنی. ای پروردگاری که گفت رحمت عالمی هستی و پروردگاری همه همین مستضعفاتی، حامی همه همین ضعیفات هستی، حامی و پروردگاری من تو هستی. تو مرا با کی گذاشتی؟ با کی؟ ایلا بعید یتجهمونی، تو مرا به همه آدم دوری سنگدلی احمقی که وقتی مرا میبینه قاش قوق در هم میکشه، دشنام حقارت میکنه، تو به همه مرا بگذاشتی. ام ایلا عدوین، تو مرا به دشمنان باقی گذاشتی پروردگارا که تو خودت قوت شان دادی. این قوتی تو از نباشه از دست اونا هم کار ساخته نیست. پس شکایت دارو خدایا، شکایت دارو. اما پیغمبر خدا است، پیغمبرها از حکم خدا آگاهند، پیغمبرها عاشق هم غضب خدا هستند و هم عاشق لطف خدا. پیغمبرها تمام امتحانا را جوان مردانه متحمل می شود. گفت این لم یکن بک علی غضب فلا ابالی. با وجود این گفت پروردگارا اگر من بدانم که تو نسبت من غضب نداری، اگر تو نسبت من غضب نمیکنی، من پروای این جور و ظلمی دشمنان را ندارم، همه امیدم به تو است. ولکن عافیتک هی اوسع لی، اما من امید عافیتی تو را دارم پروردگار. من امید دارم که تو در پهلوی من شیر مردا را بس کنی، تو از اسلام و از من پشتیبانی کنن، تا نگذارن که هر یک خیره سر، هر یک عاقی پدر، هر یک پدر لعنتی دیوانه نسبت من ظلم را ببیند و همه در دست تو پروردگارا. ولکن عافیتک هی اوسع لی. لك العتب حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بك. پروردگار گفت همین قدر در پیشت گریه و التجا میکنم تا زمانی که راضی شوی که من شکایت کردم. قوت توانایی همه است، تو هستی که شخصی را یا قوم و ملتی را بزرگ توانا میکنی و تو هستی که قوم یا شخصی را خار و ذلیل بگردانی. لا حول ولا قوة الا بك، همه در دستت است. با همون عتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه این دو ملعون ظالم متعلق بود. همون شخصایی که نسبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جور میکردند، همون عتبه که ابوبکر صدیق در روش بلغت میزد. وقتی که عتبه و شیبه دیدند احوال پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت گمان نمیکرد که عتبه و شیبه از یک گوشه نگهش دارند. گریه رخسارش وقتی دیدند حتی همین دشمنای خدا قلبشون نرم شد، دلشون سوخت. یک غلامی نصرانی داشتن با نام عداس، گفتن در یک طبق انگور بگیر نزد محمد صلی الله علیه و سلم بر اندک از همون انگور استعمال کنن. عداس در طبق انگور گرفت نزد حضرت اومد، التجا کرد که از همین انگور استعمال کن. حضرت گفت بسم الله الرحمن الرحیم و یک دانه انگور کنده در دهنش انداخت. عداس گفت این مردم این سرزمین بسم الله الرحمن الرحیم نمیگویند، خدا را بر رحیمی و بر رحمانی یاد نمیکنن، بوری اول از دهنی تو میشنوم. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت تو از کجا هستی، از کدام شهر هستی؟ گفت اصلی من از شهر نینواست. نینوا. گفت از شهری یونس ابن متا، مردی صالح پیغمبر خدا.
تو گفت همشهری یونس هستی؟ حضرت یونس هستی؟ گفت تو یونس از کجا میدونی؟ این عرب ها نمیشناسن یونس ها. گفت یونس برادری من است، چه خیلی ندانمش. یونس هم مثل من پیغمبری خدا است. یونس هم قومی خچ دعوت کرده، عذاب و مشقت کشید، امروز همین بلا به سر من اومد است. عباس وقت این سخن گفت از پیغمبر شنید، در پاهای حضرت افتید، پاهاش بوسه میکرد، همون پاهایی که به خون آلوده بودن، دستای حضرت در سر چشماش میبولید. عتبه وقت دید به شیبه برادرش گفت که این غلام این طرف فریفته کرد، این ساحر است، غلام این طرف فریفته کرد. وقتی که عباس پس گشت گفتن چیت گفت به تو چرا دست پاهای او را بوسه کردی؟ گفت ای خواجه، این شخص بزرگترین بنده خداست، صالحترین شخصی روی زمین است، شما نمیدونه که این چی کسی. این با من قصه های کرد، از اخبار مرا با خبر ساخت که بغیر از پیغمبرها کسی نمیدونه. از همون قصه ها ما را آگاه کرد. و حضرت صلی الله علیه و سلم از با خارج شد، عظیم مکه مکرمه در رحم اومد، بسیار محزون، بسیار غمگین، دلش دیگه از همه مانده است، دیگه دست دل به دعوت پیش نمی رود. حتی امام بخاری روایت میکند که حضرت صلی الله علیه و سلم بار سوال شد، سوال کننده مادرم و بیبی عایشه است. مادرم گفت یا رسول الله هل اتا علیک یوم کان اشد من یوم احد؟ ای حبیب خدا، گفت آیا با سرت یگان بلای آمده است که از روز احد دیده برای تو مشکل تر باشد؟ جنگ احد که همه شما میدونه الحمدلله، جنگ احد جنگی که بین مسلمانان مدینه با مشرکان مکه شده بود و در این جنگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم 70 نفر از دوستا، خویش اقربا، برادرای همسنگری خچه از دست داده بود. بیبی عایشه مادرمان میگوید که آیا از همین احد برای تو مشکلتر و دردناکتر یگان روزی گذشته است؟ حضرت صلی الله علیه و سلم گفت یا عایشه لقد لقیت من قومک ما لقیت، من از قوم تو، گفت ای عایشه، عذابهای زیاد دیدم، اما شدیدترین عذابی که من از این قوم دیدم همون روز عقبه بود که وقتی نزد او سه برادر ثقفی رفتم، نزد عبدیالیل، نزد مسعود و نزد حبیب، و مرا قبول نکردند. و وقتی که او بدگهرا ظالما نسبت من ظلم روا دیدن، به خون آلودم کردند، فانطلق و انا مهموم علی وجهی. حضرت میگه من از با خارج شدم، دیگر سرم خم، سرم حتی نبرداشتم از غم و غصه که بالا مستولی شده بود. تا اینکه با قرن ثعالب رسیدم. این قرن ثعالب نام یک موضع است، امروز با نام قرن المنازل یاد می شود. یکی از همون میقات هایی هست که از همونجا او طرف دیگر احرام می بندن مردم. قرن المنازل در همون موضع اومده، میگه سر برداشتم که در بالای سرم یک ابر، فاذا انا بس بسحابه قد اظلتنی، ابر بالای سرم سایه کرده است. حیران شدم، میگم تمام راه از سقیف تا نخله خداوند امر کرده است ملائکه ها را ابر آوردیان در بالای سری پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حبیب خدا در زیر آفتاب تفسان عذاب نکشد. حضرت همین قدر میگه غم اندوه داشتم که سرم از زمین نبرداشتم، حتی متوجه نشدم که در بالای سرم ابر است. در شوال، در نیمه تابستان، در گرمی تفسان، در حجاز که در یک سال یک بار یا دو بار آیا باران میبارد یا نه، ابر اومده است بالای سری پیغمبر. حضرت میگه فاذا نظرت فان فیها جبرئیل علیه السلام. وقتی خشرو دقت کردم، میگه نگاه کردم، حضرت جبرئیل علیه السلام